روزی در بغداد خلیفه هارون الرشید از وزیر خود جعفر درخواست کرد که داستانی تازه روایت کند. اما جعفر که خود گرفتار معمایی تلخ بود، حادثه‌ای واقعی را برای خلیفه تعریف کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک ماهیگیر در رودخانه دجله جعبه‌ای چوبی یافت. پس از باز کردن آن، جسد زنی جوان و زیبا را در کنار 3 سیب و یک چاقو مشاهده کرد. وحشت زده جعبه را به داروغه شهر تحویل داد و خبر به جعفر و سپس به خلیفه رسید. خلیفه که از این واقعه غم‌انگیز متأثر شده بود، به جعفر دستور داد تا قاتل را بیابد، در غیر این صورت مجازات سختی در انتظارش خواهد بود. جعفر که هیچ سرنخی نداشت، سرانجام به شوهر زن مقتول رسید. مرد که با چشمان گریان حقیقت را آشکار کرد. چند روز پیش همسرش بیمار بود و آرزو داشت 3 سیب داشته باشد. مرد با زحمت زیاد آنها را از بازار خرید. اما زمانی که در شهر بود، غلامی با 1 سیب در دست به او نزدیک شد و گفت که این سیب را از زن او گرفته است. مرد خشمگین و بیان که حقیقت را بداند، به خانه بازگشت، همسرش را متهم به خیانت کرد و در نهایت با چاقویی که در دست داشت او را کشت و جسدش را در جعبه‌ای گذاشته و به رودخانه انداخت. پس از آن مرد دریافت که غلام با دسیسه و دروغ او را فریب داده است. با این حال خلیفه خواست تا غلام فریبکار نیز پیدا شود. جعفر با هوش و تدبیر غلام را یافت و عدالت را اجرا کرد. این داستان غم‌انگیز برای خلیفه و وزیرش درسی بزرگ از شتاب زدگی و پیامدهای خشم بیجا به همراه داشت. لطفاً برای حمایت از ما کانال را دنبال کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر. داستانک